رها اخ بیا بابا، بیا بی برنج بی خوبی درست کردم، بیا بعد بخور. نگاه اصلا کیف میکنی برنج مخوری بابا. نگاه برنج بی خوبی بلند شو. مامان تو عمرشم که برنج بری تو درست نکرده، راحت هضم میشه، اذیت هم نمیشه. نگاه اصلا اصل برنج باید اینجوری بشه. ما که دندون نداریم آدم مثلا اینجوری باید درست کنه. چیه برنج مامان تا خوش کرد 100 بعد بجویی این درسته قورتش میدی دیگه. پاشو بیا بابا، پاشو بیا بخور. پاشو پاشو بیا دیگه، گوش نمیخوای بیا. رها خانم چی برنج نخوردی بابا؟ اه؟ ما تخم مرغ بخورن. برنج ها خوبی نخوردن، حالا میخواین تخم مرغ بخورن. تخم مرغ هم چیزیه، برنج ها راحت هضم میشه، نرمه، دندونات درد نمیگیره، معدت درد نمیگیره. برنج نمیخوای؟ حالا میخوام برنجایی که دیروز درست کردم و به چانو خوردن هم بخوام بدم به سگ بخوره، ببینم سگ چه کار میکنه. بیا بخوام بدم به سگ بخوره. بیا در رفت، بیا بخور بکن. بیا بیا. اوه در رفت. برو. خب تو که نخوردی، حالا میرم سراغ سیاه. بیا پسر دوباره بخور. این هم در رفت. این چه مدل بابا برنجه؟ بیا برنج ورده بخور. بدم. حالا میخوایم برنج دیگر امتحان کنیم. این برنج دیگر میخوایم امتحان کنیم. بکن. بیا از این برنجا بخور. حالا این برنج دیگر میخوام. بیا این برنج دیگر. حالا خب حالا میرم سراغ این دیگه. برنجایی که ما درست کردیم اینا میخوره، برنجای دیگه که از آشپزخانه آمده میخوره. بکن. بیا 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 اینجا. ده چطوری تو؟ خوبی؟ بخور. نگاه این برنجا رو میخوره. رها برنجایی که دیشب نخوردی رو برده بیار. برنجایی که ما درست کردیم تو نخوردی، خوردی دیگه. تو میخوای برنجا رو بخور میخوری، حداقل از این برنجا بخور. بیا بیا برنج بخور. بیا بخور. در مره برنج. مگه چی داره اینا؟ بیا